حدیث به خاطرم رسید که باید به شما بیان بکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز گریه میکنند. صحابگان میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا گریه میکنید؟ حدیث خیلی هم دراز است. میگن لودیت ان رأیت اخوانی، مشتاق شدم، دوست داشتم که برادرانم را ببینم. به پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان سوال می‌کردند که الیسوا اخوانک، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا ما برادران تو نیستیم؟ پیامبر میگن که انتم اصحابی، شما صاحبان دوستان بهترین من هستید. اما اخوانی لم یأتوا بعد، برادران من حالا نآمدند، از عقب من خواهند آمد. سبحان الله. این دلالت بر رحمت و به شفقت امت به امتشان میکند. برادر عزیزم، خواهر عزیزم، الله به تو برکه بفرماید، به زندگیت و به عمرت و به عملت برکه بخشد. پیامبر مشتاق بود که تو را ببیند و به خاطر این گریه میکرد و همه من و شما را برادر اعلان کرده اند. از الله تمنا داریم و دعا بکنیم که ما را هم نشینی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جنت بگرداند و همه این ما را ان شاء الله در جنت یک جای نشستن نصیب روزی من بگرداند.